سلام بیننده گرامی، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. امروز چهارشنبه 24 دکبر و نخست نگاه به سرخط چندی از خبرها. فلاکت مرگبار در شوراباد پیشین، دو کارگر یک کارخانه ظرفشویی در ناحیه شمس‌الدین شاهین زیر خاک و ریگ زیاد مانده به هلاکت رسیدند. زاده تاجیکستان رهبران روسیه را برای قتل قابلجان علیف تنقید کرد، اکنون به ضد خودش پرونده جنایی باز کردند. یک زن 62 ساله از سوخت می‌خواهد حکم را به اعتبار کنند که سبب عذاب و عقوبت کشیدنش در روسیه شد. میگوید که هیچ گناهی نکرده است. شدگی کار همالو که من سنجر به دست رساندگم نه. در نتیجه فرو ریختن تپه عظیمی در یک محل ظرفشویی در ناحیه شمس‌الدین شاهین 2 نفر هلاک شدند. منابع آگاه از حادثه روز 24 دکبر به رادیو آزادی گفتند فلاکت روز یکشنبه 20 دکبر هنگام کار در محل سریغار رخ داده است که آنجا چند شرکت مشغول ظرفشویی هستند. یک کاربر نیز ویدیویی را به رادیو آزادی فرستاد و حادثه را چنین تصویر کرد. نه اکسکواتری سنگالی بدینا اینا او نوجدی اکسکواتیگا نقشمی تو او شاید بچه دیگه بده یک پلو خیجوده بیشتو اینا ای دولان نگو چه خیلی شدگی نه یک اکسکواتری دیگهش میشه خرید از 3 ساعت کفتیم بعد برامد مکانی اینا هم طور میگرام بابو. بنابر گزارشات چند روز پیشتر از این حادثه در شوگنا در ناحیه خاولین یکی از محله‌های بزرگ ظرفشویی نیز یک نفر زیر خاک مانده جان داده است. رعایت نکردن معیارهای امنیتی و بی‌احتیاطی هنگام کار را یکی از سبب‌های اساسی هلاکت کارگران در تاجیکستان می‌دانند. سال گذشته در کارخانه‌های صنعتی و استخراج معدن در کشور 30 نفر کشته و 26 کس دیگر زخمی شدند. مقامات انتظامی روسیه یک زاده تاجیکستان را برای اظهار نظرش درباره قتل نورس تاجیک قابلجان علیف و با اتهام برانگیختن خصومت عداوت ملی و مذهبی دستگیر کردند. سید نظر حاجی مرادوف و راننده تاکسی که ظاهرا شهروند روسیه نیز است در یک ویدیو در تلگرام رهبران روسیه از جمله الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی را با لحن تند و آلوده به دشنام تنقید می‌کند که به جنایت‌ها در زمینه بیگانه‌ستیزی اهمیت نمی‌دهند. او در یک جای میگوید اگر این جنایت را یگان مهاجری تاجیک می‌کرد حتما می‌گفتند که تاجیک مسلمان برادر روسی ما را کشت. پایان اقتباس. سید نظر حاجی مرادوی 25 ساله را روز 19 دکبر و بعد آن دستگیر کردند که کاربران رسانه‌های طرفدار از ملت‌گرایان افراطی در روسیه از جمله مناگ ناسیونال از او به کمیته تفتیشاتی شکایت بردند. مرکز حامی حقوق ساوا در روسیه این خبر را نشر کرده با تکیه به همین رسانه‌ها گفته است که برای برانگیختن خصومت و عداوت ملی و مذهبی در روسیه تا 5 سال زندان پیش بینی شده است. حامیان حقوق سازمان ساوا که ملت‌گرایی و بیگانه‌ستیزی و جنایت‌ها در زمینه نفرت و عداوت ملی و مذهبی را تحقیق می‌کنند گفتند که در بیانیه‌های جوان تاجیک هیچ علامتی برانگیختن خصومت و عداوت ملی و مذهبی و ترغیب زورآوری را ندیدند و برای همین هیچ اساسی برای به جوابگری کشیدن او وجود ندارد. قابلجان علیف نورس 10 ساله تاجیک روز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتب در ناحیه اودینسا و در ولایت مسکو کشته شد. حمله‌ور نابالغ با کارد به مکتب وارد شد، اول پاسبان مکتب و سپس قابلجان را تیغ زد. قتل نورس واکنش زیادی را در جامعه برانگیخت. و با گذشت یک هفته از قتل قابلجان بحث و تحلیل ها درباره سبب های جنایت و چگونه رخ دادن آن همچنان ادامه دارد. عین زمان این سوال مطرح است که چرا پرونده نورس روس که علامت های بیگانه‌ستیزی و عداوت ملی در رفتار او واضح دیده می شود فقط با گمان قتل بررسی خواهد شد. همکارم خیرامان بقازاده با ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در این باره صحبتی داشت و اول از او همین سوال را پرسید. بیایید همه کشتارهای دیگر را به خاطر آوریم که در گذشته بر پایه نفرت ملی صادر شده است. آیا کدامی از این جنایت ها شروع از سال 2000 در حکم‌های دادگاهی همچون کشتار بر پایه عداوت ملی یاد می شوند؟ یک تا حداقل یک تا وجود دارد. یک بار هم نبود. آنها میخواهند وانمود کنند که روسیه دولت فاشیستی نیست. با آنها البته کسی باور نمیکند ولی آنها تلاش میکنند چون این باشد.
Им, конечно, никто не верит, но они пытаются. و سوال دیگری همکارم از ولنتینا چوپیک این بود که اگر پرونده رو با اتهام عداوت ملی و مذهبی هم باز میکردند چی میشد؟ Тогда же придется признавать ответственность, понимаете? در این صورت باید مسئولیت را به عهده گیرند. خودی آنها همین نفرت را در تمام مطبوعات دولتی برمی‌انگیزند. همیشه به طور پیگیرانه این کار را میکنند. یعنی چی شما انتظار دارید که آنها میخیزند و میگویند که این ما هستیم که به برانگیختن نفرت ملی دست میزنیم؟ میگویند که ببینید روسیه یک دولت فاشیستی است، مبادا شبهه نکنید. اعتراف آشکارا به معنای اعتراف مسئولیت خود آنها است. اگر چنین اعتراف صدا بدهد این به آن معناست که گویا او دیگر رهبر خودکامه نیست، دیگر دیکتاتور وجود ندارد، چون دیکتاتور هیچگاه گناهکار نیست. همکارم خیرامان بقازاده همچنین از ولنتینا چوپیک پرسید که چگونه امکان داشت که کشتار مدهش در داخل یک مؤسسه تعلیمی و در روز روشن و پیش چشم همه رخ بدهد. خیلی عادی. ما و شما دیدیم که چگونه روی داد. در روسیه نمیدانم چرا مکتب ها را از مهاجران محافظت میکنند ولی نه از دست جنایتکاران احتمالی. از روی آمار مهاجران کمتر از 2% جنایت ها را صادر میکنند. از این شمار جنایت های خشونت آمیز 0.10% را تشکیل میدهند. باقی مانده حادثه ها به ثبت نام ساخته‌کاری شده در اداره های مهاجرت، نگهداری مواد مخدر به مقدار مخصوصاً کلان، یعنی فقط برای داشتن ناس، ربط میگیرد. جنایت های واقعی در این فهرست خیلی ناچیز هستند. اگر این را اعتراف کنند پس مکتب ها را باید از دستی کی حمایت کنند؟ نه از دستی به اصطلاح سیاها، بلکه از جنایتکارهای واقعی. درست در ازدحام شناختن به اصطلاح سیاها آسان تر است. جنایتکار آیا می شود آسان شناخت؟ برای این کار کردن لازم. روانشناسی مکتب باید کاغذ پرکنی را یک سو گذاشته با شاگردان کار کند که رفتار غیر معمولی و کج دارند تا از جنایت‌های بعدی پیشگیری شود. ولی برای این همه کار باید کرد. ولی پهن کردن ناتسیسم آسان تر است. همکارم خیرامان بقازاده در پایان صحبت از ولنتینا چوپیک همچنین پرسید که بعد از فاجعه‌ای که به سر قابلجان آمد به مهاجران تاجیک که با فرزندانشان در روسیه هستند چی مشورت می‌دهد؟ مشورت من این است که به هیچ صورت کودکان را به روسیه نبرند، هیچگاه. تا زمانی که این سیستم حکومتی ناتسیستی پاش نخورد کودکان را نباید به روسیه برد. کودکان نباید از خردسالی، تحقیر، نابرابری، فریب، پستی و استعمار را تحمل کنند. اگر کودکان از خردسالی در چنین محیط بزرگ شوند آنها به آدمانی بد تبدیل می شوند. اگر شما والدانی با مسئولیت باشید نباید کودکانتان را به روسیه برید. آنهایی که با فرزندانشان در روسیه هستند مشورت این است که زودتر آنها را به وطن برگردانید. در رابطه با ترک روسیه برای گروه‌های دیگر مهاجران حالا می شود گفت که برای کلانسالان شرایط چندان فاجعه بار و طاقت فرسا نیست. بله بسیار چیز ناراحت کننده است ولی سال 2024 وضع کاملا بد بود. سال 2022 از آن هم بدتر بود و از این رو نمی شود گفت که بلافاصله همه فرار کنید. کاری که باید بلافاصله انجام دهید این است که باید از پی جستجوی کشورهای دیگری مناسب برای مهاجرت شد. برای بازگشت خود به وطن زمینه سازی کنید. انا این کارها را باید کرد ولی نه آسیمه سرانه بلکه با احتیاط و با اندیشه تا که در حالت ناگواری نمانید. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران درباره عامل‌های قتل قابلجان علیف نورس 10 ساله تاجیک در روسیه صحبت می‌کرد که او روز 16 دکبر با دست یک نورس روس در مکتب کشته شد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. در ولایت سوق در ناحیه اسپیتمن یک زن 62 ساله تلاش دارد حکمی را به اعتبار کنند که ماه‌ها سبب عذاب کشیدنش در بازداشتگاه‌های روسیه شده است. این زن که بعد از ماجرای خورد با پاسبان در حکومت ناحیه بر روسیه رفته است حالا در زادگاهش است و میگوید میخواهد بیگناهیش ثابت شود و نامش را از فهرست جنایتکاران پاک کنند. فرزان محمدی گزارش میدهد.
من دیسپنسر نوچات با موندم منه. این زن 62 ساله از ناحیه سپتامین که در گذشته مأموران میلیسا را به لطوکوبش عیبدار میکرد 7 ماه را در بازداشتگاه‌های روسیه و تاجیکستان گذرانده است. الاباد آغلیقова را برای زورآوری و تحقیر نماینده حکومت در ناحیه سپتامین گناهکار دانستند. حالا او در آزادی است و با حکم راضی نیست. من پروکراتور با آوردن. پروکرور گفتن که تو روز بوده که تو میتونم. من گفتم نه، من پاسپورتم بینید. گفتم من اومدم پرسیدم گفتم بعد ویو گاب نزدم. سونه سود ببردم من سود جوزدم اما شاهد کردن سونه سنجر اشرالیف سنجر گفت که این زنک من زد گفت. سونه سود پرسیدن اما پرسیدم من گفتم نه من زدگم نه. گفتم من 62 بار در آمدم خلخان زند من اگر همین بچه زدگی باشم من داخل بنو خون باقل مانده است من چه خیلی من اینه میزنم پرابلم خودم که گشتگی بدم. گفتم سنجر اشرالیف که الاباد آغلیقova در سخنانش از او نام گرفت پاسبان سابق حکومت در ناحیه سپتامین است و پرونده نیز به حادثه در تابستان سال 2022 ربط دارد. شعبه عمومی و در آمدم. من گفتم رئیس ناخبه می درام. مگر گفت که شما آخرام با گوید زنگ زند قبول کند اگر شمایه مایلش در آید گفت. رفته همون اشرالیف سنجر همون با گفتم تلفن کده پرس من قبول میکند من نمیگم مگر وای من حقارت کرد. اما اشرالیف سنجر کنه من گفتم چه به حقارت میکنی؟ گفتم من میزدگی شد. من گفتم من میزنی. من گفتم بیا زن. گفتم سونه همون وقت با شهنازه و نرگیزه اومد و یا خلاص کرد منه. شهنازه گفت که شینید گفت مزتو میگریزه دولینتو میبراد گفت. بعد یگان اونجا به یگان انسان نبود. جهانگور گفته که بچه هم نبود. سونه من اومدم شدگه کار همالو که من سنجر به دست رساندگم نه. برخلاف این در پرونده آمده است که الاباد آغلیقova سال 2022 نسبت به نماینده حکومت زوری و او را در نزد دیگران تحقیر کرد. آغلیقova میگوید او بعد این حادثه به روسیه رفت و با کار خود مشغول بود. ولی مقامات در سپتامین علیه او پرونده گشوده تحت جستجو قرار دادند. با همین دلیل در روسیه دستگیر و 6 ماه را در بازداشتگاه گذرانده و سپس به تاجیکستان فرستاده شده است. نظر سنجر اشرالیف به حادثه و حکم دادگاه و عمل الاباد آغلیقova معلوم نیست. در حکومت ناحیه سپتامین به رادیو آزادی گفتند که او دیگر کار نمی کند. اما تاکید کردند که شهروندان را هفته 2 بار بی ممانعت میپذیرند. شهروندی که به‌واسطه برای گرفتن یاری مادی یا اینکه برای مساعدت جهت دیگر مسئله ها به ما مراجعت میکنند ما همه طرفه مراجعتشون رو بررسی میکنیم و وابسته به مراجعت آنها علاوه ورقه های مراجعت قید کرده می شود و هر یک ورقه مراجعتی که به‌واسطه با قبول رئیس ناحیه در آمده است از جانب شخصان مسئول به پورگی بررسی گردیده با آنها برای حل و فصل مسئله هاشون کمکی همه‌جانبه رسانده می شود. الاباد آغلیقova سال 2022 به رادیو آزادی نسبت به بدرفتاری کارمندان پلیس مراجعت کرده بود. حالا عزم دارد که بعد از پاک شدن نامش از رویخط شخصان تحت جستجو برای دریافت روزی باز به روسیه برگردد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپتامین. با پایان برنامه امروز رسیدیم. اگر میل خواندن خبرهای بیشتر را داشته باشید سر بزنید به وبسایت azadi.org. ویدیو گزارش‌های بیشتر در کانال آزادی ویدیو و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام نیز هست. اگر خبری دارید به ما بفرستید تحقیق میکنیم درست بود نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.